توی سفر ایلام خیلی اتفاقی با یه خانواده عشایر توی کوه‌ها آشنا شدیم و خب شب پیششون موندیم و همراهی خیلی دلنشینی بود. بخشای کوتاه و جذابی از اون شب رو براتون اینجا به اشتراک گذاشتم. بذار تا اینجا پهن کنم، اینجا هم پهن کنم براتون. شب شیر بخورم بعد بیارمش خونه. آخه نمیذارن اینا پیششون بمونن، دیگه دست و پا میمونن. مخستم آن نیست. نه الان دیگه اینجوری نیست. دیگه تحقیق نمیکنم. نه